خب بچه اومدم بهتون یه چیز خفن آموزش بدم. آقا ما اول هم چیزایی که الان جلوتون هست آماده میکنیم، دوربین ثابت میذاریم و بعدش میایم روی قسمت ویدیو و همونطور که میبینید یه لیوان میذاریم و روش موبایل رو میذاریم و فیلم رو میگیریم که فیلممون هم همچین چیزی میشه. بعدش گوشی رو ور میداریم و دوباره فیلم رو میگیریم و به جایش سس میریزیم توی اون لیوان. بعد میام حالا تو این شات اول ویدیو اولمون رو میذاریم که انگشتمون رو گذاشتیم روی موبایل و بعدش تو قسمت پیپ میایم و ویدیو دوممون رو اضافه میکنیم و یه برش کوچولو بهش میدیم تا با زمان ویدیو اصلیمون تایمش جور در بیاد و درست بشه و بتونیم ادیتمون رو درست انجام بدیم. بعدش میایم این پیپمون رو کامل بزرگ میکنیم و بعدش میریم توی قسمت ماسک و بودن نسبه پایینی رو فقط میذاریم. خب آقا اینم شد از نتیجه کار.